السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز مهربان، الله نیابانی هر یک ادیم ما باشه. از همتون معذرت، ضروریم رفته ایستم ویدیو کی ایستم از سبب آنه که یعنی وقت نیفتم که قرار کنم یک جای خوب سیوکا کنم. بازم معذرت میپرستم، از همتون بخش میپرستم. این برادری که میبینین گم شدگیه. الله سبحانه و تعالی این روز بسر یگان کسی ما و شما نرسونه. همین روز تقریبا 4-5 نفر زنگ زدگیان که گم شدگیان. یک تا زمین ها را میمونیم، دیگر هاش گفتن که نمونین، اگر بتونن با واسطه سویز قد برد و پدر مادرشون اگر خبردار شون که اینا گم شدگیان یک هفته شید یعنی تلخشون بکفن بیمارن، شاید که مثلا بشنون خبری ناخوشه دنیا بگذرن. یعنی این برادرایی که میبینیم بسیاری برادر گم میشن و چند قپس مثال آوازش رو میاد که مثال بگیرم در سیزان، بعضیش در ترمان، بعضیش گفتی یا نعوذ بالله در مورگان. با هم خاطر الله سبحانه و تعالی نگهبان تو باشه. غریبی آمدین یار رفیق و دوستی خوب انتخاب کنین تا اینکه در فریب شیطان گرفتار نشین. شیطان مرد پرزوره، به هر راه میبره. با هم خاطر این برادری که میبینین بایوف میرزا علی محمد علی ایویچ 1977 تولد شد. برادر کلان ساله، زن فرزندت انتظارن. برادر جان اگر که صدای ما را بشنوی، ویدیوی ما را ببینی، نواری ما را ببینی، خاص به خاطر الله برادرها از طرف برزنی که بگیم طلب کردن، پرسان کردن، خاص به خاطر الله ویدیو کردیم. شاید که هم کس بدونه، شاید که بشنوه همین ویدیو را پدیلیت سکنین تا اینکه دیگران ببینن، هم کس بشناسش، یعنی علاقه ببره به رقم هایی که در روی اکران میبینیم. الله نیابانی هر یک ادیم موشون باشه. یعنی پدر مادری برادر میبینن، برادر جان، پدر جان، مادر جان از همتون معذرت بخشش، شاید که زنده باشن یا نه. یعنی اگر که بشنوین از ما خفه نشین. ما خواست به خاطر الله همین را بگیم تکلیف کنیم تا اینکه ما را پیدا بکنیم. 5-6 روزی که میگن در سویز نیستی، مشیش در نزد خانه موندگی، خانه‌ش محکمه و مشیش محکمه. 5 روزی که تلفنش هم کار نمیکنن. یعنی من برادر گفتم که برین خانه‌ش یعنی بشکنین درش بدرین، شاید که در داخل خانه آدمی ایده گاغ میشه دولین میزنن، گاغ میشه از سبب استماره. گفت یا با خدای نخواسته یک زمیکانی گفت یا با میته یک دولین دیگه و دیگه بیماری گرفتار میشه که هیچ کار کردن نمیتونه. گفتم بدرین خانه‌اش مجبور بشکنین، بدرین در شاید که مثلا که در خانه بیمار شده باشه دیگه و دیگه. خلاص که پدیلی سکنین شاید که هم برادر پیدا شود. الله نیابانتان باشه. با دوام باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر. کسی که پدیلی کردین رحمت کلان از همتون میندار برای لایک کمی دارید. السلام علیکم.